با لنز همراه باشید. اختلاف سنی زوج بازیگرای ترکیه که از شنیدنش حتما شوکه میشید. میخوایم بدونیم کدوم بازیگرا با همسر بزرگتر از خودشون ازدواج کردن، کدوم بازیگرا اختلاف سنی خیلی زیادی دارن و کلی اطلاعات هیجان انگیز دیگه. پس همین الان دکمه عضویت رو بزنید و با ما همراه باشید. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو تا انتها ببینید و هیچ قسمتیش رو از دست ندید. کیوانش تاتلیتوق و باشاک دیزر. کیوانش تاتلیتوق متولد 1983. باشاک دیزر متولد 1977. باشاک از همسرش 7 سال بزرگتره. اونا سال 2016 ازدواج کردن و تا الان هم ازدواجشون دوام داشته. اونا برای آینده زندگیشون خیلی برنامه دارن و به تازگی قصد دارن بچه دار هم بشن. کیوانچ اظهار کرده که در کنار باشاک خیلی احساس خوشبختی میکنه. کیوانچ به قدری باشاک رو دوست داره که برای تولدش تقریبا تمام گالری‌های هنری شهر لندن رو خرید تا بتونه تابلوهای مورد علاقه همسرش رو بهش هدیه بده. هدیه تولدش 250,000 پوند انگلیس آب خورد. باریش آردوش و گوبس اوزای. باریش آردوش متولد 1987. گوبس اوزای متولد 1984. باریش که به خاطر سریال عشق اجاره‌ای خیلی معروف شد، از نامزدش 3 سال کم سن‌تره. اونا از سال 2014 با هم هستن و این رابطه همچنان دوام داشته. باریش میگه تا قبل از گوبسه دخترای زیادی اطرافش بودن، اما با دیدن گوبسه سری متوجه شده این همون کسیه که میخواد. اونا سالها دارن با هم زندگی میکنن و هر دوشون از زندگی راضین. اون گفته در عرض 1.5 سال با 15 نفر رابطه داشته تا بتونه یه عشق با دوام از بینشون پیدا کنه، اما با اومدن گوبسه در کمتر از چند دقیقه مطمئن شده این همونیه که میخواسته. بورک اوزچیویت و فهریه اوجن. بورک اوزچیویت متولد 1984. فهریه اوجن متولد 1986. بورک 2 سال از همسرش بزرگتره و با اینکه اطرافیان فهریه به خاطر اختلاف سنی کم بورک و فهریه مخالفتایی داشتن، اما اونا کنار هم خیلی خوشبختن. خدیجه شندیل و بورک ساغیاشار. خدیجه شندیل متولد 1983. بورک ساغیاشار متولد 1987. خدیجه 4 سال از همسرش بزرگتره. اونا سال 2015 ازدواج کردن و اظهار کردن که عشقشون هر روز از قبل تازه تر میشه. تولگاهان سایشمان و المیدا بازی. تولگاهان سایشمان متولد 1981. المیدا بازی متولد 1992. اختلاف سنی این زوج حدود 11 ساله. تولگاهان ابتدا با سرنای ساریکایا وارد رابطه شد، اما اون رابطه موفق نبود. در سال 2017 با آلمیدای آلبانیایی ازدواج کرد و در سال 2019 صاحب فرزند شد و از زندگیش راضیه. بنسو سورال و هاکان باش. بنسو سورال متولد 1991. هاکان باش متولد 1983. هاکان 9 سال از همسرش بزرگتره. بنسو سورال که توی فیلم مست عشق ایرانی هم بازی کرده، بعد از 3 سال دوستی با هاکان که یک کارآفرینه در سال 2018 ازدواج کرد. هازال کایا و علی آتای. هازال کایا متولد 1990.
علی عطایی متولد 1976. علی عطایی از هازال 14 سال بزرگتره. اونا در سال 2019 ازدواج کردن و صاحب یه پسر هم شدن و با وجود اختلاف سنی زیاد به هم علاقه دارن. هازال گفته که اون و علی عاشق هم شدن و این اختلاف سنی اصلاً براشون مطرح نبوده. ابراهیم چلیکل و میهر مطلوب. ابراهیم چلیکل متولد 1982. میهر مطلوب متولد 1989. ابراهیم از همسرش 7 سال بزرگتره. اون در سال 2017 با میهره که یه مهندسه ازدواج کرد. ازدواج اونا تا این لحظه دوام داشته. برنساد و کنان دوغلو. برنساد متولد 1984. کنان دوغلو متولد 1974. برن از همسرش 10 سال کوچیک‌تره. اونا چندین بار تا مرز جدایی رفتن اما باز به هم برگشتن. هانده ارچل و موراد دالکیلیچ. هانده ارچل متولد 1993. موراد دالکیلیچ متولد 1983. موراد 10 سال از هانده بزرگتره. اونا هنوز با هم ازدواج نکردن اما از سال 2017 با هم هستن و چندین بار از هم جدا شدن و دوباره رابطه‌شون رو شروع کردن. موراد قبلا با مرو بلور ازدواج کرده بود و در سال 2017 طلاق گرفت. بورجو بیرجیک و امر یاتکین. بورجو بیرجیک متولد 1989. امر یاتکین متولد 1981. بورجو از همسرش 8 سال کوچیک‌تره. اون از سال 2013 با هم وارد رابطه شدن و سال 2016 با هم ازدواج کردن و زندگی شادی دارن. اونا در کنار هم خیلی احساس خوشبختی میکنن. یاتکین هم مدل و هم عکاس. نسلیهان آتاگول و کادیر دوغلو. نسلیهان متولد 1992. کادیر دوغلو متولد 1982. کادیر 10 سال از نسلیهان بزرگتره و خیلی نسلیهان رو دوست داره. اونا سال 2016 با هم ازدواج کردن. خالد ارگنچ و برگزار کورل. خالد ارگنچ متولد 1970. برگزار کورل متولد 1982. اونا 12 سال اختلاف سنی دارن و زندگیشون جز با دوام ترین هست. اونا سال 2009 با هم ازدواج کردن. اوزجان دنیز و فیض آکتان. اوزجان دنیز متولد 1972. فیض آکتان متولد 1982. اوزجان 20 سال از همسرش بزرگتره. اونا سال 2018 ازدواج کردن و 2019 از هم جدا شدن. اما اخیراً باز هم با هم دیده شدن. اونا صاحب یه فرزند پسر هم شدن. گورا گولسوی و نیلوفر گوربوز. گورا گولسوی متولد 1982. نیلوفر گوربوز متولد 1987. گورا از همسرش 4 سال بزرگتره. اونا سال 2018 با هم ازدواج کردن. موراد ییلدیریم و ایمان آلبانی. موراد ییلدیریم متولد 1979. ایمان
جیم آلبانی متولد 1982. مراد از همسرش 3 سال بزرگتره. اونا در سال 2016 با هم ازدواج کردن. ایمان یه بازیگر مراکشیه. نورگل یشیلچای و جیم اوزر. نورگل متولد 1976. جیم اوزر متولد 1959. جیم از نورگل 17 سال بزرگتره. این دو سال 2010 از هم جدا شدن. اونا صاحب پسری به اسم عثمان شدن که الان داره با مادرش نورگل زندگی میکنه. دنیز بایسال و باریش یارتسو. دنیز بایسال متولد 1991. باریش یارتسو متولد 1983. باریش خواننده 7 سال از همسر بازیگرش بزرگتره. امینه گولشه و مسعود اوزیل. امینه گولشه متولد 1993. مسعود اوزیل متولد 1983. مسعود اوزیل بازیکن مطرح فوتبال ترکیه که مدت مهاجم رئال مادرید هم بوده، 10 سال از همسرش بزرگتره. برای ما خیلی مهمه که بدونید نظرتون در مورد این ویدیو چی بود؟ دوستش داشتید؟ به نظرتون کدوم زوج خوشبخت‌ترن؟